بر اثر تکان زمین که به 7 از 8 درجه برابر بوده است، دهها بنا ویران شده، کمش 1300 نفر به هلاکت رسید. در منطقه مالاتیای ولایت شرقی اندولوی ترکیه هنگام عملیات نجات بنا فرو ریخت. شاهد عینی این حادثه را نوار گرفته است. طبق حساب‌های پیشکی که نصف روزی 6 فوریه دسترس شد، در زمین لرزه دست کم 5000 نفر جراحت برداشته است. انسان در حالت مصیبت همین قدر حق داره که فقط یک چند جمله تکرار کنه. یکی از جمله هاش این است که وقتی مصیبت به بالای انسان آمد، باید انسان بگه که انا لله و انا الیه راجعون. این جمله هست که خداوند ما را یعنی به این امر کرده است، دستور داده است که باید همین جمله را ما در گفتار داشته باشیم. معناش هم این است که ما همه بندگان خدا هستیم و آخر همه از این دنیا به سوی پروردگار بازگشت داریم، یعنی دائمی در این دنیا نیستیم. بعد از این در حالت مصیبت انسانیت باید یعنی الحمدلله خدا را شکر بگه، یعنی حمد شکرگزار باشه. اگرچه در حالت مصیبت انسانیت دشواره که یعنی تسلیم و راضی باشد، چون که پدر وفات میکنه، مادر وفات میکنه، برادر وفات میکنه، فرزند وفات میکنه، برای انسان خیلی سخت است، خیلی سخت، تلخ و دشوار است طاقت کردن، صبر کردن. اما انسان باید صبر داشته باشه و در قضای الهی راضی باشه. وقتی مصیبت به بالای ما را میاد، ای جانب پروردگاره، یعنی پروردگار به بالای ما را مصیبت آورده است. وقتی در برابر مصیبت الهی ما تسلیم باشیم و راضی باشیم، رب العالمین در حدیث قدسی فرموده است که ما جزاء عبدی اذا اخذت صفیه من اهل الدنیا و صبر و احتسب الى الجنه. رب العالمین گفته است که وقتی بنده من در برابر مصیبتی که من به بالاش آوردم صبر کنه، یعنی صبر کننده باشه و در برابر مصیبت راضی باشه، یعنی تسلیم باشه که ای جانب خدا به بالا آمد، پروردگار گفته است در برابر این صبرش، در برابر راضی بودنش جنت نصیبش میگردونه. ассалому алайкум бародарону хоҳарони исломӣ. ширкати муҳоҷиртур 2 рӯз аксия пешниҳод намудааст. имрӯз ва пагоҳ шахсоне ки нияти сафар ба ҳаҷи умраро доранд, марҳамат бо нархи хело ҳам арзон ки бовариатон намеояд, худи ҳозир дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат намоед. аллоҳи меҳрубон ҳаҷатонро қабул фармояд. омин. یکی از عزیزای خدا را حکایت میکنه که وقتی پدرش بندگی کرد بسیار گریه و ناله زیاد کرد. بعد شاگرداش گفتن حضرت شما دائم ما را نصیحت میکرده که در مصیبت پدر و مادر صبر کننده باشه، خب اینقدر گریه و ناله داره؟ حضرت گفت برای پدرم گریه ندارم. گفت گریه من برای همینه که امروز خداوند یک در ای درهای جنت در روی من محکم کرد، پوشیده گردوند. تا وقتی که پدرم زنده بود، مادرم زنده بود، میرفتم دعاشم میگرفتم، خداوند درهای جنت درون هوی میکرد، میگه کدومش میخوای داخل جنت شه. امروز در جنت در روی من محکم شد. پدر و مادر شخصیتیه که دعاش میگیری جنتی میشه، دعاش خوشبختت میکنه، رضاش با رضاگی خدا، رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخطهما. جناب پیامبر میگه راضیگی پدر و مادر راضیگی الله است، قهر غضب پدر و مادر قهر غضب الله است. ببینید چی قدر بزرگوارا را ما به قدرشون میرسیم به قدرشون بعدی رفتنشون. وقتی میرم بعد دیگه انگشت حسرت میکشی که دیگه وقت دیگه دیرش دیگه. به همین خاطر برادر عزیز بزرگوار به قدر پدر و مادرمون برسید. پدر و مادر خیلی بزرگه. باور کنید که به قدر پدر و مادر شخصیت میرسه که ای دستش میگه. وقتی میروه جاش خالی میمونه، بعد میسوزی، بعد میخواهی که یک بار دیگه بیایش که محال ناممکنه پیداش کردن میشه. به همین خاطر حرکت کنید که به قدر پدر و مادر برسه، خدمت پدر و مادر بکنید، دعای پدر و مادر بگیرید. و در برابر مصیبت جناب پیامبر صلی الله علیه و آله را یک تعلیم دادن که صاحب عظیم جان دیگه برادرها، وقتی مصیبت با بالای ما را اومد، جناب پیامبر گفتن که حتما این دعا را کنید، بگه که اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منه. پروردگار در برابر این مصیبت برای من ثواب بده، چون که در برابر مصیبت خداوند خیلی ثواب بزرگی وعده کرده. جناب پیامبر حتی در یک حدیث گفته که خداوند در جنت درجه خلق کرده که انسان با عبادت به اوج رسیده نمیتونه. بعد از اون خداوند یک مصیبت در بالاش میاره، پدرش وفات مینه، مادرش وفات مینه، فرزندش وفات مینه. به سبب صبر کردن در همین مصیبت خداوند همین بندش با اون درجه بلندی جنت میرسونده.
و این خاطر حتما شما بگید که ای پروردگار در برابر این مصیبت برای ما صبر بدی و برای ما ثواب نصیب بگردان و بهتر این شخصیتی که ای حیاتمون گرفته، یعنی پدر، مادر، برادر، فرزند، بهتر ای برای ما جاینشین نصیب بگردان. در اصل در عقل من و شما نمیگه که بهتر ای مادر و مادر بیاوم، بهتر ای پدر و پدر بیاوم، نمیایی، ناممکنه. اما وقتی که ای جناب پیغمبر امر شده، این به حکمت نیست. حضرت ام سلمه حدیث روایت میگه جناب پیغمبر وقتی ما را تعلیم داده بود دائم میگه این دعا را در مصیبت میکردیم، میگفتیم اللهم اجرنی فی مصیبتی، پروردگار را در این مصیبت برای من اجر ثواب نصیب بگردان و اخلف لی خیرا منه، برای من بهتر ای شخصیت جاینشین نصیبم بگردان. میگه وقتی شوهرم بندگی کرد، ام سلمه میگه ام سلمه پیش جناب پیغمبر شوهر داشت، سلمه ای شوهر پیشینه شد. میگه وقتی شوهرم وفات کرد، میگه دستامو برداشتم دعا میکردم که اللهم اجرنی فی مصیبتی، پروردگار در این مصیبت ثوابم بدی، اجرم بدی و اخلف لی خیرا منه. میگه دوامی دعا را زبانم پیش نمیگشت، نمیتونستم بگم که ای پروردگار بهتر ای پدر سلمه شوهرم نصیب گردون. برای چی؟ میگه عقلی من نمیگنجی، تغری نمیگرفت که بهتر ای شوهر میاوم. میگه دوباره همین کلمه را تکرار کردم که اللهم اجرنی فی مصیبتی، پروردگار در مصیبت اجرم بدی، ثوابم بدی، دوام دعا را نمیتونم گفتم. میگه 10% خود ما مجبور کردم، گفتم اگرچه در عقل من نمیگنجه، اما امر جناب پیغمبر، دستور جناب پیغمبر، توصیه جناب پیغمبر من باید دوامش بگم. میگه با دوامش گفتم که واخلف لی خیرا منه، پروردگار بهتر ای پدر سلمه برای من جاینشین یعنی شوهر نصیب گردون. میگه وقتی دعا کردم ای با این چند روز گذشت، میگه در خونم تخت تخت شد، روز در خونه شیشتگی بودم، در خونه تخت تخت شد. میگه خستم در کشادم، دیدم که حضرت ابوبکر، صدیق. بعد گفتم ابوبکر برادر بیا داخل شو، ادخل. میگه گفت نمیدونم ای مادر سلمه. گفت من گفت خواستگاری اومدگی هستم. میگه وقتی ابوبکر گفت که خواستگاری اومدم، در حال میگه شرم کردم، حیا کردم، میگه رو ایست کردم، نمال ما سرم کشیدم. میگه گفتم ابوبکر من خواستگاری اومده. حضرت ابوبکر آدمی اندک نبود، یک آدمی مشهور و معروفی، یعنی در مردمی بگیم قریش بود، عرب بود. میگه وقتی روم گردون در حال میگه حضرت ابوبکر پای برد که مثلا شرم کرده، ایزو کشیده گفته. بعد میگه حضرت ابوبکر گفت که ای مادر سلمه، گفت بخود من جناب پیغمبر رو که با جناب پیغمبر خواستگاری اومده. بعد میگه در زمین شیشتم، بعد گریه کرد. ببین میگه گفتم که من ای پدر سلمه بهتر شوهر نمیاوم، این لحظه جناب پیغمبر خواستگار و طلبگاری من شده. در اصل با همین خاطر ما شما وقتی ای جانب جناب پیغمبر برای ما دستور شده بگیم ای پروردگار در این مصیبت برای ما اجر ثواب نصیب بگردون و صبر نصیب بگردون. یک باغچه از باغ‌های جنت میشه، او حفرة من حفر نیران، یا اینکه یک پستی ای پستی های دوزخ میشه. انسانی صالح، انسانی خوب، بنده حقیقی خدا درون قبر تنگ و تاریک نمیره، کجا میره؟ یک باغ از باغ‌های جنت میره، جایی میره که ای رنج مشقت دنیا خلاص میشه، ای فکر غم دنیا خلاص میشه. برای همین یعنی که انسان باید یک نوع زندگی کنه که وقتی که رفت آخرتش آباد باشه. آبادی دنیا اعتبار نیست اکای جون. در این دنیا هزار مثال خونه های زمانوی داشته باشی، ماشین زمانوی، زندگی تا شاهانه هم بگذارونی که آخرتت آباد نباشه، این خوشبختی نیست برای انسان، این بدبختی والله قسم.